با مقصد رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در شهر ترسونزاده چاره‌های ضروری اندیشیده می شود و سپارش‌های پیشوای معظم کشور پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عاید بنیاد باغزاران در زمین‌های للمی اجرا می‌گردد. با تشریف رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده در زمین‌های للمی خواجگی دهقانی شکرخند جماعت دهات جور رحمان امروز حشر نهالشنانی صورت گرفت. انشالله ما 2017 هم تا 2020 سال تصمیم گرفتیم که 100 گکتار هم خیلی نخواهیم. این سال چقدر میکنی؟ این سال 4 گکتار. نه 5 گکتار. 5 گکتار. 5 بو. از بو 1 گکتار حساب کرده همینه ولی وقت هست ولی تستر جواب شما. بچو که رزبیف کردن. 3 سال انشالله هم همش 100 گکتار تصمیم گرفتیم که اشتغال کنیم. من از دیدیم همه مهنتی حلال، همین شکرانه استقلالیت، شکرانه تینجی که امروز راهبر دولت فراهم آورده. من گفتم که یگان خیل اشار کمی ندارد همین بیناهایی که من همین و به یانگی قشلاقه اینجا یانگی باغ با بنیاد شدگی 2016 سال یانگی باغ بخیر بهترین یکم جای گشت. معلوم خودش اسمو خودی آرکیتکتوری و درآمدگاه و تازگی و همه خانم تراکتورچوی مایده همون بای هست. در میدان 5 گکتار زمین‌های للمی خواجگی دهقانی شکرخند درختان آلو سیب و زردآلو شنانیده شد. کارمندان اداره زمین شهر ترسونزاده در این حشر دست جمعانه شرکت نموده سهم خود را گذاشتند. اظهار داشت رهبریت اداره زمین در شهر ترسونزاده محبوبه غیرتова. امروز ما با تشبوس کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی جمهوری تاجیکستان در خواجگی دهقانی با یک جای با کارمندان کمیته اداره زمینی شهر ترسونزاده یک جای باغ نو بنیاد کرده ایم. این اساساً برای برنامه رشد باغ و تاک‌پروری زیاد نمودن میدان زمین‌هایی که در تل و تپه‌ها بنیاد نمودن باغ کرده ایستاده‌ایم. در اینجا همه کارمندان ما اشتراک دارند. این در خواجگی دهقانی شکرخند همه ما یک جای جمع شدیم در میدان 5 گکتار زمین باغ آلو و باغ زردآلو بنیاد کرده ایستادیم. بنابر سببی که این زمین در خاک سفید می باشد در چراگاه جایگیر است در بالا خواجگی دهقانی با طریق در ظرف‌های آبگیری آب پر کرده و با نمودی قطرگی آبیاری کرده می شود. طبق برنامه رشد باغ و تاک‌پروری طبق سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان در میدان زیاده از 780 گکتار ما باید باغ بنیاد نماییم. این سال در سال 2016 ما 118 گکتار زیاده از 118 گکتار بنیاد نمودیم. این سال باشد 104 گکتار بنیاد کرده ایستاده. باید ذکر نمود که خواجگی دهقانی شکرخند دارای 240 گکتار چراگاه، 13 گکتار باغ و 1 گکتار گرمخانه می باشد. زمین‌هایی که امروز باغ کرده می شود از حساب زمین‌های چراگاه است، گفت رئیس خواجگی دهقانی شکرخند مقصود جان محمد جانوف. این خواجگی دهقانی شکرخند با 240 گکتار چراگاه است، 13 گکتار انگور است، 1 گکتار گرمخانه است. 240 گکتار چراگاه امروز من کمیته زمین ساز ترسونزاده کتی همکاری کرده 1,500 تا نخال آورده 5 گکتار زمینه نخال شنانیده. این زمینه بالاش با یوم 25 تونگه یوم کس مانده نسوس کتی آب کشیده کپلین عرشه نمیکنیم حرکت میکنیم. اما سایه آینده ده ما تصمیم گرفتیم که 240 گکتار هر سال 20 گکتار تا 2016 تا 2020 سال 100 گکتار خیلی میوه دهنده باغ میکنیم چراگاه ها در زمین‌های للمی. در زمین‌های للمی ها زمین‌ها با هر 1 گکتار با 4 نفری با کار میگیریم با سهامدار میگیریم و هم قطعی کار قطعی تامین میکنیم. هر 1 گکتارش تا من حاضر 5 گکتار با 20 نفر هر روزش با کار برآمده کار میکنن ماشونا میتیم. نخالا رو خود ما همجوری نگاه میکنیم. همجوری یوم کس میمونیم قراول میمونیم کار میکنیم مابینش با گندم میکنیم مابینش با او میتیم. بعد 2018 سال 20 گکتار با 10,000 تا نخال رفته شهرینه تگوار کر شرطنامه کرده آوردیم. 2018 سال 20 گکتار دا میشنونیم.
سهامداران خوجگی دهقانی شکرخند شهر ترسونزاده عزم کامل دارند که نهالان را طریق قطرگی در زمین‌های للمی آبیاری کرده در آینده باز میدان‌های باغداران را وسع نمایند. رشد باغداری در آینده برای تامین اهالی با میوه‌جات تر و تازه اهمیت مثبت داشته، همچنین به خارج کشور صادرات کرده می شود. صابر جان سعیدوف، سیف‌الدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.